امروز ساعت 5 صبح بیدار شدم. من معمولا روزایی که امتحان دارم صبح زود بیدار میشم و درسمو مرور میکنم. امروزم از اون روزا بود. اول بیولوژی رو مرور کردم به خاطر اینکه اون روز اون تست داشتم. بعدش یه نگاه ساده به تاریخ کردم چون که معلممون درس داده بود و فقط استرس اینو داشتم که امتحان بگیره. و بله، سورپرایزمون کرد و امتحانو گرفت. اینجا هم با چایی صبحم آغاز کردم و کم کم دارم حاضر میشم که برم به مدرسه. من نمیدونم شما هم مثل منید یا نه، ولی من تو زمستون همیشه لبام خشک میشه. برای همین وازلین دوای دردمه. اینم کیف مدرسه هم که بله. اینجا هم کم کم شروع کردم به باز کردن موهام و میتونم بهتون بگم واقعا توقع نداشتم انقدر قشنگ شه. اگه میخوای پارت بعد مدرسه رفتنمو ببینی وارد پیجم شو.